ҳукумати Эрон ба комиссиони масъули назорат ба созиши ҳастаи соли 2015 аз таҳримҳои нави Амрико алайҳи Теҳрон шикоят бурд. Конгресси Амрико охири моҳи гузашта барои ҷорӣ кардани таҳрими нав алайҳи Эрон ризоят дод. Али Лориҷонӣ, раиси маҷлиси Эрон, рӯзи 1 август гуфт, ки Теҳрон Вашингтонро ба нағзи созиши миёни Эрону 6 қудрати ҷаҳонӣ аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гунаҳкор медонад. Барои шарҳи бештари ин мавзӯъ суҳбате дорем бо таҳлилгар Беҳрӯз Байат, ки аз шаҳри Вена ба мо пайваст. рӯзи шумо бахайр бошад ва аслан мегуфтед ки ҷузъиёти шикояти Эрон ба комиссиони назорати созиши ҳастаӣ ва ё барҷом маълум аст ё Теҳрон аз кадом амалкардҳои Амрико интиқод кардааст? روزتون خوش. هنوز متن شکوایه منتشر نشده، اما به طور غیر مستقیم از صحبت‌های مسئولین ایران به طور مشخص آقای اراقچی معاون وزارت خارجه و تا حدودی هم آقای لاریجانی میشه تصور کرد که شکایت نامه در چه موردی هست. آقای اراقچی به 3 بند برجام مراجعه میکنه: بند 26، 28 و 29 برجام، که در این بندها از جمله آمده که آنچه که میتونه مورد دعوا باشه که ایالات متحده امریکا سعی میکند یا بیشترین کوششش را یا بهترین کوششش را به کار خواهد برد که با نیت خوب در جهت پیشبرد برجام و در این جهت که ایران بتواند از مزایای برجام استفاده بکند عمل کند. خب یعنی توی این 3 بند یک فرمولای هست، یک جملاتی هستن که کشدارن، قابل تفسیرن و طرف ایرانی اینجوری تفسیر میکنه که امریکا با توجه به اقدامات دیگری که انجام داده، تحریم هایی که اخیراً انجام داده که در ارتباط با برنامه هسته‌ای هم نیستند، در جهت جلوگیری کردن از پیشرفت برجام عمل میکنه. خب این در واقع اصل مطلبیه که تاکنون به بیرون درز کرده و میشه گفت. منتها به نظر من دعوای اصلی دعوای سیاسیه و کمتر دعوای حقوقی. دعوای سیاسی هم سر این است که هر دو طرف ادعا میکنن که طرف مقابل روح برجام را رعایت نکرده. خب ببینید، در گذشته مقامات آمریکا گفتند که ایران برخلاف سازش فراگیری اتمی رفتار میکند. منظور کدام عملکردهای تهران است؟ پرتاب موشک‌های نو یا چیزی دیگر؟ نگاه کنید، در مورد اقدامات هسته‌ای ایران به طور مستقیم با برجام، همه گزارش‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده و مورد تایید امریکا هم قرار گرفته بر این دلالت دارند که ایران به تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برجام عمل کرده. منتها یک نکته هست که مورد دعواست و آن این است که طبق قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با انعقاد برجام صورت گرفت، اگه اشتباه نکنم 2331، ایران نباید دست به اقدامات ساختن موشک‌هایی بزند که قابلیت پرتاب کلاهک هسته‌ای داشته باشند. حالا این موضوعیه که اندکی پا در هواست، قابل تفسیره که چه موشکی قابلیت داره چه موشکی نداره. اما اصل مطلب این است که برگردم دوباره به آنچه که قبلا شروع کردم بگم، به نظر من راجع به روح برجام دو طرف اختلاف دارند. از نظر غربی ها، از نظر ایالات متحده، قرار می بود که با انعقاد برجام ایران مواضع خصمانش و دشمنانش و نسبت به ایالات متحده امریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل تخفیف دهد، کاهش دهد یا به کلی از میان بردارد. عملی که صورت نگرفته. این از نگاه غربی ها آن چیزی که در واقع میشه روح برجام تلقیش کرد. از نظر ایران
آنچه که روح برجام، چون طرف ایرانی هم میگوید که امریکایی‌ها متعهد به روح برجام نبودن و حرف طرف ایرانی اینه که با اینکه امریکا قول داده که سدی در برابر پیشبرد پنجاب نذاره، ولی عملا اکنون این کار شده با اقداماتی که هرچند در ارتباط با برنامه هسته‌ای نیستند، ولی این اقداماتی صورت گرفته که جلوگیری بکند. این در واقع موضوع مورد اختلافه. اساس موضوعی هم سیاسی به نظر من. حالا یک مؤلفه جدید هم بهش اضافه شده. آقای ترامپ احتمال داره که به این مناقشه با ایران حتی نیاز داشته باشه. از یک طرف که قبلا موقع انتخابات، پیش از انتخابات به کسانی که بهش رأی دادن قول داده که برجامو به کلی به هم بزنه. خب از طرف دیگه متحدان امریکا مثل دولت نتانیاهو، مثل عربستان سعودی به امریکا فشار میارن که خودش در ارتباط با کل برنامه هسته‌ای و موضوعات دیگر، به ویژه موضوع موشک‌ها، ساختن راکت‌ها، موشک‌ها، به ایران فشار بیاره. ضمناً چون از دونالد ترامپ یادآور شدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازش هسته‌ای با ایران را سازشی بدی نامیده است یا امکان دارد که از این عهدنامه دست بکشد؟ بله، دقیقاً به همین موضوع. دونالد ترامپ قبلا گفته بود، همونجور که شما نقل کردید، که سازش بدی، منتها امریکا یک جانبه نمیتونه از این موضوع خارج بشه. چرا که تنها خواهد ماند. یعنی متحدان اروپاییش آنچه که تاکنون میشه قضاوت کرد همراهی نخواهند کرد، روسیه و چین هم که به طریق اولا همراهی نخواهند کرد. از این نقطه نظر به نظر میاد که اقدامات روزهای اخیر دولت امریکا، دولت آقای ترامپ، در این سوان که ایران رو تحریک بکنند که ایران خودش از برجام پا پس بکشه، به نحوی که بتونن کاز کوزه ها رو همه رو سر رژیم ایران بشکنن. در داخل رژیم ایران هم خب میبینیم که یک بخش قابل توجهیش مخالف برجام هست. یعنی اونو هم شاید منتظر همچین فرصتی باشند که برجامو به نحوی یا به هم بزنن یا در این جهت. در حال کوشش امریکا به نظر میاد در لحظه الان در این جهته که رژیم ایران رو وادار بکنه که خود پا پس بکشه. منتها به نظر من راه حل دراز مدت موضوع یه راه حل سیاسی و آن این که رژیم ایران از دشمنیش با امریکا که همینجور ادامه داره. اینجا شاید یه جمله هم نقل بکنم. در همین صحبت‌های روزهای اخیر آقای لاریجانی، آقای عراقچی می‌بینید که میگن امریکا هنوز روابط خصمانه‌اش رو با ایران ادامه داده. درسته، ولی از طرف ایرانی هم باید پرسید طرف ایرانی چه کار کرد؟ آیا اینا روابط خصمانه‌شون رو تخفیف دادن؟ نه، نکردن همچین کاری. طرف ایرانی فکر میکرد با انعقاد برجام میتونه فقط تحریما برداشته بشه، به بقیه کاراش مثل تاکنون ادامه بده. حالا تا این روند تغییر نکند، تا دولت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاستش نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل، نسبت به منطقه، یعنی که تغییر سیاست از طرف در واقع مزاحمت به سوی سازندگی در ارتباط با لبنان، سوریه، عراق، یمن، بسیار جای دیگه تغییر نکند، طبیعتاً شانس اینی که بهبود در وضع در روابط ایران و امریکا فراهم بشه به نظر من کمه. میدانیم که طرفهای دیگه هم در خاور ایران تنها کشور مزاحم در خاورمیانه نیست. عربستان سعودی و متحدان امریکا هم اقلاً به اندازه ایران. از این نقطه نظر ایران سیاست درستش میتونه به نظر من این باشه که با دست برداشتن از این سیاست خصمانه در واقع طرف مقابل رو خلع سلاح کنه. یعنی یا منظورم دشمنان منطقه‌ای شد. سپاس فراوان برای صحبت پرمحتوا. یادآور می‌شویم که با ما تحلیلگر بهروز باید بود که از شهر وینا صحبت می‌کرد.